وارد نسخه تحت وب اپ اینونتور میشیم و یک پروژه جدید رو ایجاد میکنیم. اسم پروژه‌مون رو من میخوام بذارم اسمارت اسیستنت یا همون دستیار هوشمند. حالا اوکیش میکنم، یک کوچولو منتظر میمونم و بعد وارد صفحه جدید اپمون میشیم. اولین صفحه‌ای که برامون باز میشه مربوط به دیزاین و طراحی رابط کاربری اپلیکیشنمون هست. به بخش پراجکت پراپرتیز یا همون ویژگی‌های پروژه میشم و یکم میام پایین‌تر سراغ قسمت آیکون. من میتونم تو این قسمت یک تصویر مناسب که دوست دارم رو به عنوان تصویر شاخص یا همون اصطلاحاً آیکون برنامه‌ام آپلود کنم. ما هر عکس و تصویری که دوست داریم رو میتونیم به عنوان آیکون اپلیکیشنمون در نظر. کافیه که یک تب جدید باز کنید و وارد گوگل بشید و سرچ کنید فری آیکون. حالا که جستجو انجام شد میبینید که توی نتایج جستجوی ما سایت های مختلفی براتون نمایش داده میشه که همشون هم سایت های خوبی هستن. مثلا همین سایت اولی که برامون میاره فلت آیکون هست که سایت خیلی خوب و کاربردیه، اما به خاطر اینکه بعضی از سایت ها دسترسی کاربران ایرانی رو تحریم کردن و برای وارد شدن بهشون نیاز به فیلتر شکن هست نمیتونیم ازش استفاده کنیم. پس بهتره از سایتی استفاده کنیم که هیچ محدودیتی برای ما کاربران ایرانی نداشته باشه. بنابراین من میرم سراغ سایت آیکون 8 یعنی دومین سایت. روش کلیک میکنم تا باز بشه. خب یه کوچولو منتظر میمونیم تا لود بشه. کار کردن با این سایت خیلی ساده است و ما برای پیدا کردن تصاویر مورد نظرمون فقط کافیه اسمشون رو در قسمت سرچ یا جستجو. مثلا اگر من به دنبال یه شخصیت ماشین میگردم و دوست دارم کلی تصاویر ماشین و خودروهای مختلف داشته باشم، باید در قسمت جستجو بنویسم کار یا همون ماشین. اما اگر شما به دنبال شخصیت و یه تصویری بودید که نمیدونستید انگلیسیش چی میشه، میتونید از گوگل ترنسلیت یا همون گوگل ترجمه کمک بگیرید. برای این کار کافیه که وارد گوگل بشید و سرچ کنید گوگل ترنسلیت. بلافاصله بعد از اینکه جستجو رو انجام دادید مترجم گوگل براتون بالا میاد و میتونید هر چیزی که دوست دارید رو به فارسی بنویسید و مترجم گوگل ترجمه انگلیسیش رو بهتون میگه. مثلا برای همین اپمون که یک دستیار هوشمند هست، من میخوام آیکونش مثلا صورت یه ربات باشه. به نظرم خیلی بامزه میشه. حالا من میام تو این قسمت که مربوط به زبان فارسی هست مینویسم صورت ربات و مترجم گوگل برای من ربات فیس رو میاره که همون ترجمه انگلیسیش هست. حالا دیگه میتونیم برگردیم سراغ سایت آیکون 8 و در قسمت جستجو اسم شخصیت مورد نظرمون رو بنویسیم تا برامون بیاره. ربات فیس. وقتی که من روی دکمه سرچ کلیک میکنم یه کوچولو منتظر میمونم و بعد کلی آیکون های مختلف برای ما نمایش میده و ما هر کدومو که دوست داریم میتونیم دانلود کنیم. یه نکته خیلی جالبی هم که داخل این سایت وجود داره این هست که ما حتی رنگ آیکونی که دنبالش هستیم رو هم میتونیم انتخاب کنیم. مثلا من دنبال یه ربات به رنگ نارنجی هستم، پس کافیه از قسمت ریکالر رنگ مورد نظرم رو انتخاب کنم، مثلا رنگ نارنجی. با این کار کلی آیکون رباتایی که رنگشون نارنجی هست و برامون میاره. خب بیایم نگاه کنیم رباتا رو. همشون خیلی بامزن، ولی من از این آیکون بیشتر خوشم اومده، پس کافیه که روش کلیک کنم. یه صفحه‌ای برامون باز میشه که روش یک دکمه سبز رنگ به نام دانلود وجود داره. اگر روی دکمه دانلودمون کلیک بکنیم باز هم یک صفحه جدید برامون باز میشه
در این قسمت اندازه و حجمای مختلف آیکونمون رو نمایش میده و ما میتونیم انتخاب کنیم که کدوم حالت رو بهش احتیاج داریم. مثلا 50x50، 100%، 150x150 و حالا حالتهای دیگه. اما حواستون باشه چون بعضی از این گزینه‌ها پولی هستن لازم نیست ما ازشون استفاده کنیم و فقط کافیه اونهایی که رو حالت فری یا رایگان هست بیایم روی این قسمت کلیک کنیم و بعد گزینه آپلود فایل رو انتخاب کنیم. بعد از اون گزینه چوز فایل یا انتخاب فایل رو میزنیم. حالا یه همچین پنجره‌ای برامون باز میشه که قسمت‌های مختلف سیستممون رو بهمون نشون میده و ما هر جایی که تصویر رو ذخیره کرده باشیم باید باز کنیم و آیکون مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. مثلا چون آیکونی که من دانلود کردم توی دانلود هام ذخیره شده، من قسمت دانلود ها رو انتخاب میکنم و آیکونی که دانلود کردم رو انتخاب میکنم. حالا اوکیش میکنم تا آپلودش انجام بشه. خب میبینید که دیگه آپلود شد. همینطور ما توی این قسمت میتونیم بیایم یک سری ویژگی های دیگر رو هم تغییر بدیم. من گزینه پابلیشینگ رو انتخاب میکنم و ما میبینیم که اینجا یک گزینه‌ای داریم به نام ورژن کد که یک عدد داخلش هست. ما خودمون هم میتونیم اعداد دیگه‌ای وارد بکنیم تا نشون بدیم که این نسخه از نرم افزار ما نسخه چندمه. اما چون الان اولین باره که ما داریم این اپلیکیشنمون رو برنامه نویسی میکنیم میذاریم رو همون نسخه شماره 1 باقی. حالا من دیگه میتونم اینجا رو ببندم تا صفحه اپم رو نگاه بکنم. اگر بالای صفحه رو ببینید میبینیم که یه نوار آبی رنگ اینجا هست و 3 تا نقطه هم سمت راستش قرار گرفته. ولی من به همچین چیزی احتیاج ندارم و از لحاظ ظاهری هم به نظرم قشنگ نیست. بنابراین میخوام حذفش کنم. برای این کار من مجدد میرم سراغ گزینه Project Properties یا همون ویژگی های پروژه و بعد گزینه دوم یا همون تمینگ رو انتخاب میکنم. حالا یکم میام پایین‌تر میرسم سراغ قسمت تم. ما از اینجا میتونیم گزینه‌های مختلفی رو ببینیم، اما گزینه‌ای که به ما کمک میکنه تا اون نوار آبی رنگ ناپدید بشه انتخاب گزینه کلاسیک هست که من انتخابش میکنم و حالا مجدد این صفحه رو میبندم و همونطور که میبینید دیگه خبری از اون نوار آبی رنگ بالای صفحه نیست. برای انتخاب رنگ پس زمینه هم میتونیم بریم سراغ ستون سمت راست پراپرتیز یا همون ویژگی ها. بعد از قسمت بک‌گراند کالر یا رنگ پس زمینه میتونیم رنگ‌های مختلف رو نگاه کنیم و هر کدومو که دوست داشتیم انتخاب کنیم. مثلا من دارک گری یا همون خاکستری تیره رو انتخاب میکنم و به نظرم که قشنگه. برای اینکه حتی داخل اپمون هم اسم اپلیکیشنمون نوشته بشه میتونیم بیایم به جای این اسکرین وان اسم اپمون رو بنویسیم. برای این کار کافیه که مجدد برگردیم سراغ ستون پراپرتیز یا ویژگی ها و بیایم سراغ قسمت تایتل یا همون عنوان. حالا هر چیزی که داخلش نوشته شده رو پاک میکنیم و میتونیم اسم اپمون رو بنویسیم. یعنی مجدد بنویسیم اسمارت اسیستنت. خب حالا اگر بیایم نگاه کنیم میبینیم که این نوشته بالای صفحه تغییر پیدا کرده. من که ظاهر خیلی ساده‌ای نداشته باشه ترجیح میدم یه تصویر بالای صفحه قرار بدم. پس از ستون سمت چپ یوزر اینترفیس یا همون رابط کاربریمون هست المان تصویر یا ایمیج رو انتخاب میکنم و میارم داخل صفحه اپلیکیشنم میذارم. الان المان تصویر انتخاب شده. برای اینکه تصویر مورد نظرمون رو هم آپلود کنیم باید وارد ستون پراپرتیز یا همون ویژگی ها بشیم و با استفاده از گزینه پیکچر تصویر دلخواهمون رو آپلود کنیم. خب من میام اینجا کلیک میکنم
و میبینم که اسم تصویری که قبلا آپلود کرده بودیم و برامون آورده. اوکیش میکنم و تصویرمون اینجا آپلود شد. اما همونطور که میبینید تصویر ما به سمت چپ صفحه چسبیده، در صورتی که من میخوام وسط قرار بگیره. راه حل چیه؟ مثلا من میخوام تصویرم وسط و بالا قرار بگیره. پس میام روی حالت سنتر یا مرکز و تاپ یا بالا قرارش میدم. آهان، الان درست شد. بریم سراغ المان بعدی. من میخوام اینجا یک جمله یا یک متن نوشته بشه که انگار اپ ما داره از کاربرش میپرسه میتونم کمکت کنم؟ برای اضافه کردن المانی که در این حالت بهمون کمک بکنه تا یک نوشته روی صفحه داشته باشیم، کافیه این بار از ستون یوزر اینترفیس یا همون رابط کاربری المان لیبل یا برچسب رو انتخاب کنیم و زیر تصویرمون قرار بدیم. به صورت پیش‌فرض یک جمله انگلیسی داخلش نوشته شده که ما کاری باهاش نداریم. میتونیم بیایم از ستون ویژگی هاش که سمت راست هست با استفاده از گزینه تکست یا متن دلخواهمون رو به جای متن پیش‌فرض وارد کنیم. مثلا من الان می نویسم Can I help you؟ یا همون میتونم که متنمون رو وارد کردیم میتونیم در ستون پراپرتیز یا همون ویژگی ها کلی تغییرات روش ایجاد کنیم. مثلا با زدن تیک گزینه فونت بولد متن ما ضخیم‌تر یا همون اصطلاحاً بولد میشه. و یا حتی با تغییر عدد گزینه فونت سایز میتونیم تنظیم کنیم اندازه نوشته‌مون چقدر بشه. به نظرم عدد 20 بد نیستش. حتی شما میتونید فونت مورد نظرتون رو هم انتخاب کنید. کافیه که با استفاده از قسمت فونت تایپ فیس چند تا فونت پیشنهادی رو تست کنید و اونی که دوست دارید رو انتخاب کنید. مثلا فونت سریف یا مونو اسپیس. هر کدومو که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. من الان این دوتا رو امتحان میکنم. میبینیم که فونت ها عوض میشه. اما خب به نظر خودم فونت دیفالت خاناتره، رو همون حالت پیش‌فرضش میذارم. اما همونطور که میبینید بچه ها، چون این نوشته ما به رنگ مشکی هست، ما خیلی نمیتونیم تغییراتی که داریم انجام میدیم رو ببینیم و حتی این متن رو راحت بخونیم. بنابراین بهتره بیایم رنگش رو تغییر بدیم. برای این کار از ستون ویژگی ها میام سراغ گزینه تکست کالر یا رنگ متن و از اینجا رنگ سفید رو براش این بار از ستون سمت چپ المان باتن یا دکمه رو انتخاب میکنیم و زیر المان های قبلی قرارشون میدیم. المان دکمه هم عین المان لیبل یا همون برچسبمون یک سری ویژگی ها داره که میتونیم تنظیمش بکنیم. مثلا مثل آپلود کردن تصویر که دکمه‌مون یه عکس داشته باشه و یا حتی تنظیم اندازش. خب پس من اول میام یه عکس میکروفون پیدا میکنم که بعدش بیام به جای دکمه‌م آپلودش کنم. برای پیدا کردن یه عکس مناسب میرم سراغ همون سایت آیکون 8 که قبلا باهاش آشنا شدیم. این بار در قسمت سرچ یا جستجو می نویسم میکروفون، چون دنبال عکسای میکروفون هستم و میزنم تا جستجو کنه. حالا بچه ها چون تم رنگی کلن اپمون میخوام نارنجی باشه میذارم رو همون حالت نارنجی باقی بمونه، اما اگر شما دوست نداشتین میتونید رنگ‌های مختلف دیگه رو هم بررسی بکنید. خب بیایم نگاه کنیم اینا رو. مثلا این میکروفونه به نظرم بد نیستش. همینو دانلود میکنم. روی گزینه دانلود کلیک میکنم و میتونم دانلودش میکنیم و میبینیم که اینجا برامون دانلود شد. برمیگردیم سراغ برنامه‌مون
و این بار از ستون پراپرتیز یا ویژگی ها میایم در قسمت ایمیج تصویری که الان دانلود کردیم رو آپلود میکنیم. گزینه آپلود فایل و بعد چوز فایل رو میزنم و میام همین تصویری که الان دانلود کردیم رو انتخاب میکنم و تاییدش میکنم. خب یه کوچولو منتظر میمونیم تا آپلودش کامل انجام بشه و همینطور بچه اگر نگاه کنید داخل دکممون یک متنی هم نوشته شده و خب من نمیخوام هیچ نوشته ای داخلش باشه، پس میتونم بیام از قسمت تکست متنی که داخلش هست رو به صورت کامل پاک کنم. گاهی وقتا ممکنه تصاویری که آپلود میکنیم داخل این صفحه به صورت کامل برامون نمایش پیدا نکنه. ایرادی نداره، من فعلا کاری ندارم با این قسمت. میام یک اندازه حدودی بهش میدم، بعدا که خواستم روی شبیه ساز تستش کنم بررسی میکنم، اگر خوب نبود هر تغییر دیگه ای که لازم داشت ایجاد میکنم. مثلا به طور مثال برای مقداردهی میام سراغ قسمت ویدث یا همون پهنا و میام مثلا عدد 50 پیکسل رو وارد میکنم. برای قسمت ارتفاع هم همون عدد رو میذارم. خب الان میبینیم که این کادرش یکم کوچیک‌تر شد. حالا بازم بعداً چک میکنم، اگر خوب نبود تغییراتی که احتیاج داره از ستون سمت چپ میایم و المان تکست باکس رو برمیداریم و زیر المان‌های قبلی قرار میدیم. الان میتونیم یک سری تنظیمات هم روی تکست باکسمون انجام بدیم. پس وارد ستون پراپرتیز یا ویژگی هاش میشم. در اینجا میخوام اندازه خود المانم رو تنظیم کنم تا یکم بزرگتر بشه. به نظرم بهتره قسمت ارتفاعش همون حالت اتوماتیک خودش باشه و بهش دست نزنم و فقط پهناش رو کمی بزرگتر کنم. پس میام تو قسمت پهنا و عدد بهش میدم. برای اینکه ما بتونیم مقداردهی بکنیم المان هامون رو بهتره که در قسمت پیکسل عدد وارد بکنیم، چون با پیکسل راحت تر مقداردهی. خب مثلا من عدد 200 پیکسل رو امتحان میکنم. خب خوبه ببینیم یکم بزرگتر بشه چی میشه. مثلا 250 پیکسل رو تست میکنم. آهان الان دیگه به نظرم مناسب. کافیه با گزینه هینت این کار رو انجام بدیم. مثلا میتونیم بنویسیم just say it، یعنی انگار داره بهمون میگه که هر چی دوست داری نوشته بشه رو فقط بگو. و وقتی که ما شروع به صحبت میکنیم هر چیزی که میگیم تبدیل به متن میشه و دیگه اون جمله پیش‌فرضم از بین میره. اینجوری انگار یه حالت راهنما هم واسمون داره. خب الان دیگه فضایی برای نوشته شدن متنم داریم. برای ایجاد فاصله بین دو المان، مثلا المان عکس و لیبل که زیرش قرار گرفته و خیلی به هم نزدیکن، کافیه از ستون سمت چپ یک لیبل برداریم و بینشون قرار بدیم. من دکمه میکروفون و لیبل بالایش هم خیلی به هم نزدیکن. میتونیم مجدد یک المان لیبل بذاریم، متن داخلش رو هم پاک بکنیم. اینجوری دیگه مشکلمون حل میشه. اگر فکر کردید که باز هم این فاصله‌ای که ایجاد شده کمه و به فضای بیشتری احتیاج هست، میتونید بیاید تو قسمت ویژگی ها و ارتفاع لیبلتون رو افزایش بدین. مثلا الان من میام تو قسمت ارتفاع و عدد 20 پیکسل رو وارد میکنم. همونطور که میبینید میزان فاصله بیشتر میشه و الان دیگه به نظرم اوکیه. برای فاصله بین تکست باکس و میکروفونی که بالاش قرار گرفته هم مجدد یک المان لیبل دیگه برمیدارم و بینشون قرار میدم. حالا متن داخلش رو پاک میکنم و دیگه فاصله بین المان هامون خیلی خوب و عالی شد. الان ما باید چند تا گزینه باقی مونده رو هم اضافه کنیم تا دیگه اپمون تکمیل بشه، مثل دسترسی به دوربین، دسترسی به گالری
و همینطور شیر کردن یا اشتراک گذاشتن متن و تصویر. همه المان هامون رو زیر هم قرار دادیم و حالا اگر بخوایم 3 تا المان دیگر رو هم زیر اینا قرار بدیم اصلا ظاهر قشنگی پیدا نمی‌کنه. به نظرم اگر 3 تا المان بعدی کنار هم قرار بگیرن این کار کافیه از ستون سمت چپ بریم سراغ باکس لی‌اوت یا همون چیدمان. این باکس شامل المان‌های مختلفی هست که نحوه چیدمان سایر المان‌ها درون خودش رو به ما نشون میده. مثلا هوریزونتال ارنجمنت به معنای چیدمان افقی هست و یا ورتیکال ارنجمنت به معنای چیدمان عمودی و همینطور تیبل ارنجمنت به معنای چیدمان ترکیبیه، یعنی هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی. حالا جلوتر که بریم با همه این لی‌اوت ها آشنا میشیم و قراره باشون کار بکنیم. بنابراین من الان یک هوریزونتال ارنجمنت یا چیدمان افقی برمیدارم و میذارم زیر المان‌های قبلی تا بتونم 3 تا المان رو داخلش کنار همدیگه قرار بدم. سراغ المان دکمه، پس وارد یوزر اینترفیس یا همون رابط کاربری میشم و یک دکمه برمیدارم به عنوان دسترسی دوربین و میذارمش داخل این هوریزونتال ارنجمنت یا چیدمان افقیمون. بعدش میام یک سری تنظیمات روش انجام میدم. مثلا میخوام داخلش یک تصویر آپلود بکنم. برای این کار میتونیم از سایت آیکون 8 استفاده کنیم و تصاویری که شبیه دوربین هست رو دانلود بکنیم که من دیگه برای اینکه تایممون خیلی طولانی نشه از قبل دانلودش کردم به همون روشی که بهتون آموزش دادم و حالا میخوام آپلودش کنم. پس میام سراغ قسمت ایمیج، گزینه آپلود فایل و در ادامه چوز فایل یا انتخاب فایل رو میزنم و دنبال آیکونی که دانلود کردم میگردم که حالت دوربین داره. خب ببینیم کجا دانلودش کردم. ایناهاش. این یه دوربین عکاسیه. همین رو انتخاب میکنم و آپلودش میکنم. همینطور اندازش رو هم باید تنظیم بکنیم. پس میایم سراغ قسمت پهنا و ارتفاع و مقداردهی میکنیم. مثلا ارتفاع 40 پیکسل رو وارد میکنم و خب عرضش هم باید کم بشه دیگه، اون رو هم 40 پیکسل میذارم. به نظرم خوبه اندازش. فقط بچه‌ها باز هم متن داخل دکمه‌مون جا مونده، باید بیایم از قسمت تکست یا متن و از قسمت ایمیج یک تصویر رو که باز هم قبلا خودم دانلود کردم رو براش آپلود میکنم. مثلا این بار این یکی آیکون که شبیه دکمه به اشتراک گذاری هست رو براش آپلود میکنم. خب حالا که آپلود شد متن داخل دکمه رو از قسمت تکست یا متن پاک میکنم و در ادامه عین دکمه قبلی میام مقداردهیش میکنم، یعنی ارتفاعش رو میذارم 40 پیکسل، پهناش رو هم همون مقدار میذارم. حالا میبینیم که سایزش کوچیک‌تر. اینجا به نظرم یه کوچولو اندازه دکمه‌مون بزرگه. بهتره بیایم به جای عدد 40 مثلا 37 رو امتحان کنیم. خب الان میبینیم که خیلی بهتر شد. حالا بریم سراغ آخرین المان این. برش میدارم و کنار دکمه های قبلی قرارش میدم. تنظیماتش دقیقاً مثل المان های قبلیه و ما کافیه فقط یک تصویر مناسب که نشان دهنده گالری هست رو براش آپلود بکنیم و اندازش هم تنظیم کنیم. پس من میام متن داخلش رو یک بار پاک میکنم و از قسمت ایمیج یک تصویر مناسب براش آپلود میکنم که قبلا خودم این تصویر رو دانلود کردم. ایناهاش. این تصویر نشان دهنده گالریه که انتخابش میکنم.
خب تصویرمون آپلود شد، اما مثل تصاویر قبلی اول سایزش بزرگه و ما باید بیایم تنظیم کنیم تا کوچیک شه. از قسمت ارتفاع من میام عدد 40 رو وارد میکنم، در قسمت بعدی هم همون 40. اما انگار بچه‌ها کوچیک شد نسبت به دکمه های دیگه. بیایم یکم عددش رو بزرگتر کنیم، مثلا 55 رو وارد کنیم. 55 هم به نظرم بزرگه براش، پس بیایم عددش رو مثلا بذاریم روی 47. فکر کنم 47 مناسب تر باشه. بله 47 به نظرم خوبه. خب اینم از این. به نظرم المان فاصله بین تکست باکس و چیدمان افقیمون احتیاجه. پس میام یه دونه لیبل برمیداریم بینشون میذاریم، متن داخلش رو پاک میکنیم تا یک فاصله ایجاد بشه. همینطور ما میتونیم بیایم فاصله بین این المان‌های داخل چیدمان افقی هم ایجاد کنیم، یعنی بین دکمه به اشتراک گذاری و گالری، بین گالری و دوربین. برای همه اینها میتونیم بیایم یه دونه لیبل بذاریم و متن داخلشون رو پاک بکنیم. آهان به نظرم الان خیلی بهتر شد. نهایت برای اینکه خیلی راحت بتونیم هر وقت که خواستیم از اپمون خارج بشیم به یک دکمه خروج هم احتیاج داریم. من میخوام این دکمه خروج بالا و سمت راست قرار بگیره. پس میام اول یه دونه المان باتن یا دکمه رو از ستون یوزر اینترفیس برمیدارم و بالای بالا قرارش میدم. اما همونطور که میبینید این دکمه ما فقط بالا رفته و سمت راست نیست. چطور میتونم بهش فرمان بدم که هم بالا و هم سمت راست قرار بگیره؟ برای این کار میام سراغ لی‌اوت و یه دونه هوریزونتال ارنجمنت یا همون چیدمان افقی رو برمیدارم و میذارم بالای دکممون. حالا وارد ویژگی هاش میشم و فرمان میدم تا پهناش به اندازه پهنای کل صفحه بشه. اما چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم؟ کافیه رو گزینه ویدث یا همون پهنا کلیک کنیم و رو حالت فیل پرنت قرارش بدیم. همونطور که میبینید اندازش به اندازه کل پهنای صفحه شد. حالا که این تنظیمات رو انجام دادیم میایم سراغ یه قسمت خیلی مهم. ما میتونیم داخل این المان مشخص کنیم که المان‌های بعدی که قرار داخلش قرار بگیرن برن کدوم سمت، مثلا سمت راست یا چپ یا حتی وسط بمونن. چون این دکمه خروج ما قرار سمت راست قرار بگیره، پس میام تراز افقیش رو روی حالت مثلا سمت راست قرار میدم. حالا که گزینه رایت یا همون سمت راست رو انتخاب کردیم میتونیم دکممون رو داخل این المان قرار بدیم و میبینیم که رفته به سمت راست صفحه. تنها موردی که باقی مونده آپلود کردن یه تصویر مناسب و تنظیم اندازه این دکممونه. پس من میام سراغ ستون پراپرتیز یا همون ویژگی هاش. اول از همه متن داخل دکمم رو از قسمت تکست یا متن پاک میکنم. بعد از اون میام سراغ قسمت ایمیج و یک تصویر مناسب که نشان دهنده خروج باشه رو انتخاب میکنم. من قبلا براش دانلود کردم و این آیکون رو انتخاب کردم. به نظرم خیلی بامزه است، مثل یه در میمونه، انگار در رو باز میکنی و میتونی خارج بشی. در ادامه هم میتونیم بیایم ارتفاع و پهناش رو مقداردهی کنیم که من برای جفتش عدد 45 پیکسل رو انتخاب میکنم، اما باز شما اگر مقدار دیگه هم دوست داشتید میتونید بهش برید. خب دیگه الان تمام المان‌های قابل دیدن یا همون ویزیبل رو قرار دادیم.
فقط میمونه چند تا المان دیگه اضافه کنیم که نان ویزیبل یا همون غیر قابل دیدن هستن. اما چه احتیاجی داریم به المان‌هایی که دیده نشن؟ خب الان براتون توضیح میدم. المان کامرا یا دوربین که غیر قابل دیدن هست رو میام از باکس مدیا انتخاب میکنم و به صفحه اضافهش میکنم. همین المان باعث میشه یک دکمه با برنامه نویسی بتونه بعد از کلیک شدن دوربین رو باز کنه. یا مثلا دکمه شیر بدون المانی که برای به اشتراک گذاری باشه فقط یه دکمه بیکاربرده، یعنی تنها میشه روش کلیک کرد و اتفاقی نیفته. اما وقتی که المان غیر قابل دیدن شیرینگ رو میایم و از بخش سوشال انتخابش میکنیم و به صفحه اضافهش میکنیم، میتونه کار به اشتراک گذاری رو بعد از برنامه نویسی شدن انجام بده. در نهایت هم احتیاج به المان غیر قابل دیدن اسپیچ ریکگنایزر داریم که باید بیایم و از باکس مدیا انتخابش کنیم. من برش میدارم و به صفحه اضافهش میکنم. این المان به ما کمک میکنه با دکمه میکروفون بتونیم حرف بزنیم و همه حرفا و صحبت هامون رو تبدیل به متن کنیم. در واقع این همون تبدیل پس من میام از نوار بالای صفحه گزینه کانکت و بعد AI کامپنی رو کلیک میکنم و حالا میام با شبیه سازی که روی گوشیم دارم کار اتصال رو انجام. خب حالا میبینیم که اتصالمون به صورت کامل انجام شد و ما میتونیم ظاهر اپمون رو که طراحی کردیم داخل شبیه سازمون ببینیم. همه چیز خوبه، ولی یه سری تغییرات ظاهری اگر داخلش انجام بدیم خیلی قشنگتر هم میشه. مثلا اینکه فضای پایین صفحه خیلی خالیه و فضای بالای صفحه خیلی پره. ما میتونیم بیایم یک مقدار بین المان تصویر ربات و متن پایینش یک فضای خالی ایجاد کنیم، یعنی فاصله اینا رو بیشتر کنیم، یا حتی فاصله بین جمله Can I help you و میکروفون پایینی و یا حتی میکروفون و تکست باکس یه مقدار فاصله اینها رو بیشتر میکنیم و همینطور فاصله بالای صفحه، یعنی فاصله بین تصویر خود ربات و بالا رو که دارم بهتون نشون میدم هم افزایش میدیم. در واقع میخوایم یه کاری بکنیم تا هم فاصله این المان ها از هم بیشتر بشه و همینطور همه این المان ها بیان پایین تر و دیگه ما این فضای زیاد و خالی پایین صفحه رو نداشته باشیم. پس بریم که با هم دیگه این تغییرات رو انجام بدیم. برای ایجاد تغییرات ابتدا من میخوام بیام از این هوریزونتال ارنجمنت پایین صفحه و تکست باکس بالایی شروع کنم. میخوام فاصله بین این دوتا المان رو افزایش بدم. میام لیبلی که قبلا بینشون گذاشتم رو روش کلیک میکنم و حالا از ستون پراپرتیز یا ویژگی ها ارتفاعش رو افزایش میدم. مثلا ارتفاعش رو میذارم 40 پیکسل. همونطور که میبینید فاصله بین این المان ها افزایش پیدا کرد. خب بریم سراغ المان بعدی، مثلا بین تکست باکس و میکروفون بالاییمون. اینجا یه لیبله، روش کلیک میکنم. حالا میام از قسمت ارتفاع مقدار دهیش میکنم. مثلا این بار عدد 50 پیکسل رو وارد میکنم تا همچین فاصله بینشون ایجاد بشه. و بریم سراغ لیبل بعدیمون بین این جمله Can I help you یا میتونم شما رو کمک کنم و دکمه پایینی. میخوام این لیبلم ارتفاع بیشتری داشته باشه. قبلا 20 پیکسل براش گذاشته بودیم، پس میام عددش رو تغییر میدم، میذارم 70 پیکسل به این صورت. حالا بیایم بین این جملمون و عکس رباتمون هم یک فاصله ایجاد کنیم. میبینیم از قبل لیبل داشته، فقط کافیه ارتفاعش رو افزایش بدیم. این یکی رو هم همون 50 پیکسل میذارم. در نهایت بچه‌ها میمونه این قسمت بالایی، یعنی ایجاد فاصله بین تصویر ربات و خب بالای صفحه‌مون که دکمه خروجمون بود.
اینجا من هیچ لیبلی ندارم چون قبلا لیبل نذاشتم. کافیه که یک لیبل جدید بردارم، بینشون قرار بدم و حالا متن داخلش رو پاک کنم و یه ارتفاعی رو براش مشخص کنم. این یکی رو هم میذارم 50 پیکسل. خب بچه یه سری المان ها پایین تر رفتن و ما الان نمیبینیمشون. هیچ ایرادی نداره. داخل صفحه شبیه ساز که یک دور تست کنیم میبینیم که مشکلی وجود نداره. فقط داخل صفحه خود میایم رو گزینه بلاکس یا بلاک ها کلیک میکنیم و وارد صفحه برنامه نویسی میشیم. همونطور که قبلا بهتون توضیح دادم ستون سمت چپ متعلق به بلاک هاست که کلی اتاقای رنگارنگ وجود داره و داخل هر اتاق هم یه سری بلاک های متفاوت قرار گرفته. من اول از همه میخوام دکمه میکروفون رو برنامه نویسی کنم تا وقتی که روش کلیک کردم المان اسپیچ رکگنایزر فعال بشه و گفته های ما تبدیل به متن بشه. پس باید بیام و اول از همه روی المان دکمه میکروفون کلیک کنم. اما اینجا کلی دکمه هست. من از کجا بفهمم کدومش دکمه میکروفونه؟ برمیگردیم به دیزاین و در ستون کامپوننتس یا همون اجزا برای تک تک المان هامون تغییر نام. الان من میخوام بیام این دکمه‌مون که دکمه میکروفونمون بود رو تغییر نام بدم. المانش رو یک بار انتخاب میکنم، رو گزینه رینیم کلیک میکنم و یک اسم جدید براش میذارم. خب مثلا اسمش رو چی بذاریم؟ من اسمش رو میذارم مایک بات که در واقع همون مخفف میکروفون باتن هست. اوکیش میکنم و بقیه المان هامون رو هم به همین صورت نامگذاری میکنم. مثلا تکست باکسمون که همون جعبه متنمون احتیاجی نداره چون کلا یه دونه تکست باکس توی این پروژه داریم، پس میذاریم اسمش همون تکست باکس بمونه. اما مثلا باتن 3 یا همون دکمه 3، باتن 2 همون دکمه دوممون، اینا رو هم باید نامگذاری بکنیم. اما بچه‌ها متاسفانه اینا خیلی پایین رفتن و من نمیبینم المانشونو. پس بهتره که بیام یک دور این فاصله‌ای که قبلا ایجاد کردم رو کم کنم تا این المان ها یکم بالاتر بیان و من بتونم نامگذاریشون رو به صورت صحیح انجام بدم. خب حالا یکم اومدم بالاتر. دکمه سوممون در واقع دکمه به اشتراک گذاریه، پس اسمش رو میذارم شیر بات یا همون شیر باتن، دکمه به اشتراک گذاری. خب بعدی ایمیج پیکره، یه دونه از این المان بیشتر نداریم پس لازم نیست اسمش رو تغییر بدیم و در نهایت دکمه دوممون رو تغییر نام میدم به کامرا بات یا همون دکمه دوربین و اوکیش میکنم. خب یه بار بررسی میکنم میبینم که المان هامون دیگه نامگذاریشون تکمیل شد و مشکلی وجود نداره. مجدد میتونیم افزایش فاصله ها رو انجام بدیم، یعنی مثلا بیایم بین تکست باکسمون و این دکمه بالایی یه فاصله ایجاد کنیم. من میام اینجا ارتفاعش رو میذارم روی 50 پیکسل و اوکیش میکنم. یا مثلا بین میکروفون و این متن بالایی مثلا این رو هم میذارم روی 70 پیکسل. دقیقا بچه سعی میکنم همون اعداد قبلی رو وارد کنم. بین متن و تصویر ربات 50 پیکسل و در نهایت بین تصویر ربات و بالای صفحه هم یه 50 پیکسل دیگه فاصله ایجاد میکنیم. برای نامگذاری بچه‌ها روش مخفف کردن رو بهتون پیشنهاد دادم، اما شما از هر روش دیگه‌ای که دوست دارید هم میتونید با سلیقه خودتون استفاده کنید. حالا که نامگذاری تموم شد و تغییراتمون رو هم انجام دادیم میتونیم مجدد برگردیم سراغ قسمت بلاکس یا همون بلاک ها و برنامه نویسیمون رو آغاز کنیم. ابتدا من میام از ستون سمت چپ روی المان دکمه میکروفون یا همون مایک بات کلیک میکنم و میبینم که اینجا کلی فرمانهای مختلف و بلاکهای مختلف داره.
چون من میخوام برنامه نویسیش رو تازه شروع کنم، بنابراین برای شروع برنامه نویسی به یک شروع کننده یا رویداد احتیاج دارم و اما خب میدونیم این بلاک هایی که رنگشون زرد و ابتدا قرار گرفتن رویدادهای ما هستن. من میام بلاک when mic bot clicked یا هنگامی که دکمه میکروفون کلیک شد رو برمیدارم. خب حالا که این رو برداشتم، بعدش دیگه میخوام المان تبدیل گفتار به متن فعال بشه. پس باید بیام روی همون المان کلیک کنم. المان Speech Recognizer. روش کلیک میکنم و از داخل بلاک ها بلاک call Speech Recognizer.getText رو انتخاب میکنم. میذارمش در ادامه بلاک ها. خب انگار بچه‌ها ما تا اینجا اومدیم المان اسپیچ ریکگنایزر یا همون تبدیل گفتار به متن رو صدا کردیم تا بیاد و کارش رو انجام بده. حالا که فعال شد این المان، وقتش دوباره بیایم داخل همون اتاق المانمون و این بار رویداد when speech recognizer after getting text do رو انتخاب کنیم. بچه ها وقتی که من این بلاک رو میذارم، در واقع این رویداد داره میگه هر وقت که المان تبدیل گفتار به متن کارش رو انجام داد و تموم شد، یعنی انگار صحبت‌های من دیگه تبدیل به متن شد، باید چی کار کنه؟ خب در اینجا من میخوام متن تولید شده داخل تکست باکسمون قرار بگیره. پس میام روی المان تکست باکس کلیک میکنم و از اینجا بلاک set textbox.text رو برمیدارم. اینهاش بلاکش. پس میام اینجا این بلاک رو قرار میدم و انگار دیگه این بخش داره به ما میگه بیا هر مثلا صحبت و گفته‌ای که تبدیل به متن کردی داخل تکست باکس بنویس. حالا بچه تکست باکس کدومه؟ بذارید من وارد صفحه دیزاین بشم. المان تکست باکسمون این پایین صفحه قرار گرفته. من یه بار دیگه این فاصله ها رو کم میکنم که شما بتونید المان تکست باکس رو ببینید. این المان تکست باکسمون بود. میخوایم هر صحبتی که داشتیم داخل این المان نوشته بشه. من مجدد اندازه رو به اندازه قبلی تغییر میدم. خب اینم از این. حالا دوباره برگردیم سراغ بلاک هامون. حالا بچه‌ها ما باید اینجا مشخص کنیم که چجوری اون متن داخل تکست باکس نوشته بشه. ما میخوایم این متن داخلی مجموعه از صحبت‌های ما باشه که تبدیل به متن شده. پس باید بیایم ابتدا بلاک جوین رو از اتاق تکست انتخاب کنیم و اینجا اضافهش بکنیم. خب اینم بلاک جوین که من میذارم. این بلاک رو میذاریم و میایم از قسمت تنظیماتش، یعنی این علامت آبی رنگ، یه استرینگ دیگه یا همون یه رشته دیگه بهش اضافه میکنیم تا بتونیم 3 تا رشته مختلف رو به هم متصل کنیم. در جای خالی اول من میام وارد اتاق تکست باکسمون میشم و بلاک textbox.text رو انتخاب میکنم و اینجا قرار میدم، یعنی متن داخل تکست باکس. حالا این بار میام تو اتاق تکست یا همون متن و بلاک اولش رو برمیدارم و در جای خالی دوم قرار میدم و در نهایت برای جایگاه آخر میام متغیر ریزالت که داخل خود همون رویدادمون هست رو برمیدارم. get result رو اینجا قرارش میدم. حالا بچه‌ها مجموع این 3 تا بلاک داره به ما چی میگه؟ میگه هر چیزی که داخل تکست باکس نوشته شده رو یه فاصله بهش بده. این بلاک دومی حکم یه فاصله رو داره، هیچی داخلش نیست، خالیه. میگه یه فاصله بده، بعد دوباره بیا کلمات بعدی رو اضافه کن. این بلاک get result در واقع یعنی نتیجه صحبت هامون، یعنی همون تبدیل شده ی حرف هامون. میام وارد اتاق شیر باتن میشم یا همون دکمه به اشتراک گذاریمون
و رویداد when share button clicked یا هنگامی که دکمه به اشتراک گذاری کلیک شد رو قرار میدم. سپس برای اینکه وقتی روش کلیک کردیم متن داخل تکست باکسمون شیر بشه، میام روی خود المان شیرینگ یا همون به اشتراک گذاری کلیک میکنم و بلاک کال شیرینگ شیر مسیج رو انتخاب میکنم و داخل رویدادمون قرار میدم که در واقع همون صدا کردن به اشتراک گذاری برای به اشتراک گذاشتن یک پیامه. حالا مسیج مورد نظر ما همون متن داخل تکست باکسمون هست. پس کافیه بیایم روبروی این قسمت مسیج وارد اتاق تکست باکسمون بشیم و بلاک تکست باکس دات تکست رو انتخاب کنیم و اینجا قرارش بدیم. خب بریم سراغ المان بعدی، یعنی دکمه دوربین و همون عکاسی کردنمون. اول از همه من میام وارد اتاقش میشم، اتاق کامرا باتن، و میام ابتدا رویداد when camera button clicked یا هنگامی که دکمه دوربین کلیک شد رو برمیدارم. حالا برای اینکه داخلش رو هم برنامه نویسی بکنم میام سراغ خود المان کامرا یا همون دوربین و از اینجا بلاک کال کامرا تیک پیکچر یا همون صدا کردن دوربین برای گرفتن عکس رو برمیدارم و قرارش میدم. اینجوری انگار ما داریم دوربینمون رو صدا میکنیم تا بیاد عکس بگیر. خب مثلا من الان عکسمو گرفتم، بعدش چی؟ چجوری ارسالش کنم؟ کافیه که این بار بیایم رویداد when camera after picture رو از خود اتاق المان کامرا برداریم. خب برش میذارم اینجا. در واقع بچه این رویداد داره میگه هنگامی که دوربین عکاسی عکسش رو گرفته. حالا که عکس گرفته شده بعدش چه اتفاقی بیفته؟ خب معلومه باید عکس رو به همراه هر متنی که قبلا داخل تکست باکسمون نوشته شده به اشتراک بذاریم. پس وارد اتاق شیرینگ یا به اشتراک گذاری میشم. از اینجا بلاک call sharing dot share files with message file message رو انتخاب میکنم و در ادامه بلاک ها قرار میدم. بچه ها در واقع این بلاک داره میگه میایم صدا کنیم المان به اشتراک گذاری رو برای به اشتراک گذاشتن فایل مورد نظرمون به همراه یک متن. خب حالا که این بلاک رو برداشتیم باید مشخص کنیم که فایل مورد نظر ما برای ارسال در واقع همون عکسی هست که گرفتیم. پس میام از اینجا داخل یعنی خود رویدادمون متغیر get image رو برمیدارم و مقابل قسمت فایل قرار میدم. حالا همونطور که میدونیم پیام ارسالیمون یا همون مسیجی که قرار ارسال بکنیم هم داخل تکست باکسمون نوشته شده. پس میام تو اتاق تکست باکس. خب و از اینجا بلاک تکست باکس دات تکست رو هم انتخاب میکنم و اضافهش میکنم. این هم از ارسال عکس گرفته شده به همراه متن همراهش. فقط مونده انتخاب عکس از گالری و ارسال اون که خیلی ساده است. بریم با هم کد نویسیش کنیم. ابتدا میایم رویداد when image picker after picking رو از اتاق image picker برمیداریم. خب دقیقاً همین رویداد اولمون میشه. در واقع این المان در واقع این بلاک داره به ما میگه که وقتی یک عکس انتخاب شد بعدش چه اتفاقی بیفته. خب معلوم وارد اتاق شیرینگ میشیم و از اینجا بلاک کال شیرینگ شیر مسیج فایل مسیج رو انتخاب میکنیم و در ادامه بلاک قبلی میذاریم
در واقع یعنی همون صدا کردن به اشتراک گذاری برای به اشتراک گذاشتن فایل مورد نظرمون و همراه اون پیام یا اون مسیج همراهش. حالا در قسمت فایل باید بیایم تصویر انتخابی از گالریمون رو قرار بدیم، یعنی از یک بلاکی کمک بگیریم تا به همون این اجازه رو بده بریم تو گالری یه عکس رو انتخاب بکنیم. برای این کار من برمیگردم سراغ المان ایمیج پیکر و از اینجا از یک بلاکی میخوام کمک بگیرم. اسم بلاکش هست imagepicker.selection. این بلاک رو مقابل قسمت فایل قرار میدم. در واقع یعنی انتخاب از انتخابگر تصویر. ایمیج پیکر که همون انتخابگر تصویرمون هست، سلکشن هم یعنی اون انتخابی که ما میخوایم انجام بدیم، یعنی اون تصویری که مورد نظر ماست و میخوایم بیایم از گالری انتخابش بکنیم. خب حالا که قرارش دادیم، در نهایت باید مسیج رو هم مشخص کنیم که چیه. ما میدونیم پیامی که میخوایم ارسال بکنیم داخل قسمت تکست باکس نوشته شده، پس کافیه بیایم سراغ المانش و باز هم بلاک تکست باکس داد. تکست رو اینجا از اتاقش میایم. خب بذارید اتاقش رو پیدا کنم. بچه ها من اتاقش رو پیدا نمی کنم. علتش اینه که نامگذاری دکمه خروج رو فراموش کرده بودیم انجام بدیم. ایرادی نداره، من مجدد برمیگردم سراغ قسمت دیزاین، روی دکمه خروجم کلیک میکنم، ایناهاش میام رینیم یا تغییر نامش رو انجام میدم. اسمش رو میذارم اکزیت باتن یا همون دکمه خروج. حالا برمیگردم اینجا خیلی سریع پیداش میکنم، ایناهاش. میام وارد اتاقش میشم و میگم when exit button clicked یا هنگامی که روی دکمه خروج کلیک کردیم. اون وقت چه اتفاقی بیفته؟ خب ما میخوایم اپلیکیشنمون بسته بشه. برای بستن اپلیکیشنمون باید بیایم از بلاک close application استفاده کنیم که این بلاک داخل اتاق کنترله. تو اتاق کنترل بلاک close application یا بستن اپلیکیشن رو روی گزینه بیلد کلیک بکنیم و بعد گزینه اول یعنی اندروید اپ رو انتخاب کنیم که تبدیل بکنتش به یک فایل APK و قابل نقل. نکته رو هم بگم که خروجی که به دست میاد فقط برای اندروید هست و سیستم عامل‌های دیگه مثل iOS رو پشتیبانی نمی‌کنه. یکم صبر می‌کنیم تا فایل مورد نظرمون ساخته بشه. وقتی که ساخته میشه میتونیم دانلودش کنیم و ازش استفاده کنیم. خب بچه همونطور که میبینید من اپلیکیشنم رو نصب کردم و آیکونی که براش قرار داده بودم هم اینجا برام ظاهر شده. یک بار روش کلیک میکنم و وارد اپلیکیشنمون میشیم. از لحاظ ظاهری به نظرم تغییرات دیگه احتیاج نداره، یعنی هم فاصله ها خیلی عالیه، همه المان ها جدا جدا هن همونطور که میبینید و بهتون نشون میدم. این فاصله هایی که بینشون ایجاد کردیم خیلی به اندازه عالی بوده، ولی باز شما با سلیقه خودتون اگر دوست دارید میتونید متفاوت تر هم طراحی کنید. تنها یه نکته‌ای که به نظرم میرسه و به نظرم حتما باید درستش بکنیم، این سه تا المان پایین صفحه هستن: دکمه به اشتراک گذاری، گالری و دوربین. بچه این سه تا دکمه ما روی یک خط صاف قرار نگرفتن، یعنی در واقع دوربین و به اشتراک گذاری جاشون خوبه ها، اما این المانی که مربوط به گالریمون هست یه مقدار پایین تر انگار و حتی سایزش هم انگار خیلی کوچیک تره نسبت به دوتا دکمه دیگه ای که در کنارشون قرار گرفته. پس به نظرم یک طور حتما هم سایزش رو یه کوچولو بیشتر کنیم، هم یه کاری بکنیم که همشون روی یک تراز قرار بگیرن و اینجوری پایین و بالا نباشن. خب این شد یه نکته. حالا بیایم یه دور همه بخشای اپمونم با هم تست بکنیم، ببینیم که چه شکلی اجرا میشه و مشکلی داره یا نه. من میخوام از میکروفون شروع کنم، میخوام رو میکروفون کلیک کنم تا صحبتهای من رو تبدیل به متن بکنه. فقط بچه حواستون باشه که از زبان فارسی پشتیبانی نمیشه و حتما باید انگلیسی صحبت کنید. خب
من الان روی میکروفون میزنم، ازم اجازه میخواد. من فقط هنگام استفاده از برنامه اجازه باز بودن دسترسی صدا رو میدم. Hi, how are you? خب یه چیز خیلی ساده گفتم سلام، حالت چطوره؟ و دقیقاً چیزی که گفتم بچه‌ها تبدیل به متن شد و داخل تکست باکسمون نوشته شد. حالا من این متن رو نوشتم، میخوام بیام این متن رو مثلا همراه یه عکسی که با دوربینم میگیرم ارسالش بکنم. پس کافیه که رو دکمه دوربین کلیک کنم. باز هم ازم مجوز میخواد. فقط بچه‌ها این مجوزها رو بار اول ازتون میخواد. بعد از اینکه یک بار اجازه ها رو دادین، هر چند باری که خواستین از بخش‌های مختلف استفاده کنید دیگه ازتون نمیپرسه. من دوباره میگم هنگام استفاده از برنامه و میبینید که دوربینمون باز شد. خب من برمیگردم سراغ اپ، بخشای دیگه‌ش هم با هم ببینیم. مثلا رو دکمه گالری کلیک میکنم و خب وارد گالریمون میشیم. هر تصویری که دوست داریم رو میتونیم انتخاب کنیم و در نهایت رو دکمه شیر یا به اشتراک گذاری میزنم و بچه‌ها اینجا کلی اپ‌های مختلفی که داخل گوشیتون دارید رو بهتون پیشنهاد میکنه تا با استفاده از هر کدوم از پیام رسان‌هایی که دارید بتونید حالا این تصویری که گرفتید، عکسی که گرفتید از گالری انتخاب کردین و متنی که نوشته شده رو به اشتراک بذارین. این دیگه انتخابش با خودتونه که دوست دارید از چه پیام رسانی استفاده کنید. خب در نهایت هم میخوام روی دکمه خروج کلیک بکنم و ببینم که آیا هم بسته میشه یا نه.